Assalamu alaikum دوستان عزیز با شما PJK IBROZ و امروز من با شما یک چند فکت ها یک چند سیکرت ها و یک چند ویدیوهای نو رو با شما نشون میدم که این با کرونا ویروس تعلق دارد دوستان عزیز و ما ویدیو رو سر میکنم شما باشد لایک مونید و بر کانال ما اکسس کنید دوستان عزیز رفتیم در این ویدیو دوستان عزیز ما میبینیم یک مرد که در آنجا یا وفات کرده است یا یگان کسل شده افتاده است دوستان عزیز و در این ویدیو نباتی باشن ما میبینیم که چقدر مردی از کرونا ویروس محافظت کننده در اینجا داروهای خود را پوشیده ایستاده است دوستان عزیز چقدر دیده داروهای خود را در کارخانه ها پوشیده ایستاده است در این ویدیو باشه دوستان عزیز یک مرد میخواهد که گریزد و میخواهد که از ماشین گریزد اینها این مرد را گرفته یعنی محافظت کننده های کرونا ویروس آنها را گرفته بر همون ماشین میخواهند که دارن و این ویدیو باشد یک این خیلی اپاراتی که آن داروها رو با مردها میپوشد دوستان عزیز خیلی این را ساختن که برای آن که مردهایی که از کوچه ها به کوچه ها میگردن مردها زنها هر شخصی که بر کوچه ها میگردن وقتی که در خونه یا یگان کارخانه میدراین آنها رو باید این خیلی دارو پوشن تا که آنها تازه شوند از میکروب ها از ویروس ها آنها باید تازه شوند و برای همین این خیلی اپارات ها رو ساختن که اپارات ها آنها رو دارو میپوشد دوستان عزیز این رو در هر کوچه های شهر دیدن ممکن است در بسیار جایهای آنها دیدن ممکن است چون که این اساسا دارو میپوشد و میکروب ها و ویروس های این مردها رو یا زنها رو تازه میکنند این ویدیو رو فهموندن خیلی مشکل است دوستان عزیز برای اون که در راستی این پلیس یک سلاح ایستاده است که این میتواند که آنها رو پراند و با فکرم گفته ایستاده است که با کفار وحید من شما رو میپراند دوستان عزیز این مرد نمیدونم از سبب چی یگان پرابلم شده است که آدم ها در اینجا جمع شدن و در دست این سلاح است که میتواند که این آدم ها رو پراند صورت نباتی ما دوستان عزیز این خیلی است که زنک در درون همون تریزه یعنی که پیش از تریزه است و مرد باشد اگر پس تریزه ایستاده است و آنها با تلفن صحبت کرده ایستادند که با تلفن آنها صحبت کرده ایستادند در بین خودشون چیز گفته ایستادند و این پلیسش مرد میباشد و همون بر لباس سفید خلط سفید زن میباشد دوستان عزیز آنها باید دیگر این خیلی گفته ایستادند آنها زن شوهر میباشند و آنها در کار هستند دوستان عزیز آنها کار میکنند هر جای آنها در کل دولتن یکی از آنها در همون ویروس با فکرم کار میکنند برای اینکه لباس های سفید خلط های سفید پوشیده است این باشد پلیس است آنها نمیتونند که روی شوند برای همین از پس تریزه با تلفن صحبت کرده ایستادند در این ویدیو دوستان عزیز ما میبینیم که یک شخص یک جوان پسری که در اینجا ایستاده است و یک مرد با او گپ میزند یعنی که با درون با او گپ میزند میگوید که ماسک تو در کجاست ماسک رو بگیر اما او ماسک ندارد درون میآید و در این ماسک میتیاد بی پول دوستان عزیز با او ماسک میتیاد این درون میباشد من درون باز در خانه ها این از بالا آنها رو یعنی که نظارت میکنند تا که آنها ماسک پوشن و میتونند که به ماسک یک اونجا نگردند و در این ویدیو باشد ما میبینیم که درون یک مرد در اینجا ماهی داشته ایستاده است میگوید که به خانه خود رفت تا که به ویروس گرفتار نشوی و او میگیرد چیزهای خود را میگیرد ادوچکای خود را میگیرد و به خانه خود میرود در اینجا دو کتک خورد بازی کرده ایستادند بر فوتبال و این درون میگوید که مسی خورده کرد ماسکش میکنه آنها از کسی خود ماسک را میگیرن یعنی که ماسک را در کله خود میمونن و بازی خود را دوام میدن این بود ویدیوهای نو درباره کرونا ویروس و اگر این ویدیو با شما مشکل شده باشد اما در کانال ما ابونه شوید و در ویدیو لایک مونید